دراز برات بخونم. 17 اکتبر. بابا لنگدراز عزیز، فرض کنید تو سالن ورزش یه استخری پر از ژله لیموست و یک نفر میخواد تو اون شنا کنه. آیا اون میتونه خودشو بالای ژله نگه داره یا غرق میشه؟ امشب دسر ژله لیمو داشتیم، برای همین این سوال مطرح شد. نیم ساعتی با شور و هیجان درباره اون بحث میکردیم، اما نتیجه هم نگرفتیم. سالی میگه میتونه تو اون شنا کنه، ولی من مطمئنم که ماهرترین شناگرای دنیا هم توی اون غرق میشن. غرق شدن توی ژله خنده‌دار نیست. 2 مسئله دیگه هم ذهن ما رو به خودش مشغول کرده بود. یک، توی خانه 8 ضلعی اتاقا چه شکلی هم؟ بعضی از دخترها اصرار داشتن که اتاقا مربعن. ولی من فکر میکنم شکل برش شیرینی پای هستن. اینطور نیست؟ 2، فرض کنید یک کره دوخالی بزرگ از جنس آینه داریم. شما داخل اون نشستید. کجای کره دیگه صورت شما رو نشون نمیده و به جاش پشت شما رو نشون میده. هرچی شما بیشتر راجع به مسئله فکر کنید معما پیچیده تر میشه. میبینید که ما در اوقات فراغت به چه تأملات عمیق فلسفی مشغولیم. راستی چیزی بهتون راجع به انتخابات نگفتم. این موضوع مال 3 هفته پیشه، اما زندگی ما اونجا اونقدر سریع میگذره که 3 هفته پیش مثل تاریخ باستانه. سالی به عنوان ارشد انتخاب شد و شب ما با مشعل و با شعار زنده باد مکبراید و یک دسته موزیک 14 نفره راهپیمایی کردیم. ما تو ساختمان شماره 258 آدمای مهمی هستیم. برای من و جولیا افتخار بزرگه که با ارشدمون توی خونه زندگی کنیم. شب بخیر بابای عزیز. با احترامات فراوان، جودی شما. 12 نوامبر. بابا لنگدراز عزیز، دیروز سال اولیا رو توی بسکتبال شکست دادیم. البته که خیلی خوشحالیم. کاش که بتونیم سال سومی ها رو هم ببریم. حتی من راضیم برای این پیروزی تمام بدنم کبود بشه و یه هفته تو رخت خواب بیفتم و بدنم با عصاره ملج صف ببندم. سالی از من دعوت کرده که تعطیلات کریسمس رو با اون بگذرونم. خانواده اون در وستر ماساچوست زندگی میکنن. فکر نمیکنید خیلی به من لطف داره. خیلی دلم میخواد برم. تا حالا توی عمرم توی خانواده نبودم، غیر از لاکیویلو که بین خانواده سمبل بودم، ولی اونا آدمای بزرگ و پیری هستن و به حساب نمیان. اما خانواده مکبراید یک عالم بچه دارن. هرچی باشه 2 ستاره که دارن، به اضافه یک پدر، یک مادر بزرگ و یک گربه. خانوادهشون کامله. چمدان بستن و مسافرت رفتن کیفش خیلی بیشتره تا تو دانشگاه موندن. از شوق رفتن به اونجا خیلی شور و هیجان دارم. زنگ 7 بعد فوری برای تمرین نمایش برم. من در تئاتر شوک‌گذاری نقش شاهزاده رو در یک برج با بیرند مخمل و موی حلقه طلایی بازی میکنم. با مزه نیست؟ ارادتمند جی الف. شنبه. میخوای بدونید چه شکلی هستم؟ بفرمایید. این عکس 3 نفری ماست که لئونورا گرفته. اون که بوره و داره میخنده سالیه. اون که قد بلنده و با ویز و افاده وایساده جولیاست. و اون کوچولویی هم که بادموشو توی صورتش ریخته جودیه. البته خودش خیلی خوشگله از عکسشه، اما آفتاب توی چشاش افتاده. استونگیت، وستر ماساچوست. 21 دسامبر. بابا لنگدراز عزیز، میخواستم این نامه رو قبلا بنویسم و بابت چک کریسمس از شما تشکر کنم، ولی زندگی در خانه سالینا خیلی سرگرم کننده و جالبه، طوری که انگار 2 دقیقه وقت پیدا نمی کنم پشت میز بشینم و بنویسم. من یک لباس تازه خریدم. این لباس رو لازم نداشتم، فقط دلم میخواست بخرم. هدیه کریسمس امسال منو بابا لنگدراز فرستاده. خانواده هم فقط سلام رسوندن. الان پیش سالی دارم بهترین تعطیلات زندگیمو میگذرونم. اونا توی خونه آجری قدیمی و بزرگ زندگی میکنن. جلوی ساختمان با رنگ سفید تزیین شده و از خیابون عقب نشسته. درست این همون خونه‌ایه که از پرورشگاه جان گریر
با کنجکاوی به اون نگاه میکردم و از خودم میپرسیدم داخلشون چجوریه. اون موقع اصلا امید نداشتم که چنین خونه‌ای رو به چشم خودم ببینم، ولی حالا دارم میبینم. همه چی مثل خونه خود آدم بسیار راحت و آرامش دهنده است و من از این اتاق به اون اتاق میرم و مسئول اسباب اساسی خونه میشم. خانه برای رشد و بزرگ شدن بچه‌ها از هر جهت کامله. کنجی‌های تاریکش برای قایم موشک بازی، شومینه‌هاش برای درست کردن پف فیل و زیر شیوونیش برای بازی و شیطنت در روزهای بارونی و نردهای لیزش برای سرسره بازی عالیه. آشپزخونه منزل بزرگ و آفتابگیر و آشپز عالی، خنده‌رو و چاق و چله. 13 ساله که داره پیش این خانواده کار میکنه و همیشه یه تیکه خمیر نونشینی برای بچه‌ها کنار میذاره. آدم باید دیدن این خانه واقعا دلش میخواد دوباره بچه بشه. و اما افراد خانواده، من به خوابم نمیدیدم که این خانواده تا این حد مهربون باشن. سالی پدر مادر پدر بزرگ و یک خواهر کوچولوی ناز 3 ساله با موهای فرفری داره. یک برادر با قد متوسط داره که همیشه یادش میره کفشش رو بکنه و یه برادر بزرگ و خوشگل به اسم جیمی که دانشجوی سال 3 دانشگاه پرینستونه. سر میز غذا به ما خیلی خوش میگذره، همه با هم میگن و میخندن و قبل از شروع غذا هم مجبور نیستیم حتما دعای شکرگزاری بخونیم. این خودش نعمتیه که آدم مجبور نباشه برای هر لقمه شکر کنه. شاید دارم گفت میگم، ولی اگه شما هم مثل من مجبور بودید توی پرورشگاه اون همه شکرگزاری زورکی بکنید کافر میشدید. نمیدونم از کجا شروع کنم و اون همه کارهایی که انجام دادم براتون تعریف کنم. آقای مکبراید کارخونه داره و شب کریسمس برای بچه‌های کارگرها درخت کریسمس درست کرد. این درخت در اتاق بسته بندی بود و با برگای درخت همیشه سبز و خاص تزیین شده بود. جیمی مکبراید لباسای بابا نوئل پوشیده بود و من و سالی کمکش میکردیم تا عیدی‌ها رو تقسیم کنه. بابا جون، در این موقع واقعا احساس خنده‌داری داشتم. وقتی یکی از پسر کوچولوی ناز با صورت چسب رو میبوسیدم احساس میکردم یکی از هیئت امنای نیکوکار تو پرورشگاه جان گریر هستم. و البته فکر نمی کنم دست به سر کسی کشیده باشم، برعکس هیئت امنای نیکوکار پرورشگاه جان گریر. 2 روز بعد از کریسمس اونا به افتخار من تو منزل خودشون جشنی برپا کردن. اولین دفعه بود که من توی یک مهمونی واقعی شرکت میکردم. من لباس نو و سفید شب پوشیده بودم. هدیه کریسمس شما رو. یه دنیا متشکرم. با دستکش بلند سفید و کفش ساتن سفید. تنها نقص این شادی کامل و بی‌نقص و مطلق من این بود که خانم لیپت نمیتونست خوشحالی من و جیمی مکبراید رو ببینه. لطفاً این دفعه که به پرورشگاه جان گریر رفتید برشون تعریف کنید. دوست دارم همیشگی شما، جودی هم بود. بابا جون، اگه بالاخره من به جای یک نویسنده بزرگ یه دختر عادی بشم خیلی ناراحت میشین؟ شنبه ساعت 6:30. بابا جون، امروز پیاده به شهر رفتیم، اما وای چه بارونی اومد. من دوست دارم زمستون برف بباره نه بارون. اما یه دوست داشتنی جولیا دوباره امروز بعد از ظهر با یک جعبه 5 پوندی شکلات به ما سر زد. میبینید حتی هم اتاق بودن با جولیا چه فایده هایی داره. از قرار معلوم دختره که معصوم و شیرین زبان ما میتونن آقای پندلتون رو سرگرم کنن و ایشون برای اینکه در اتاق مطالعه عصرانه بخورن منتظر موندن تا به قطار بعدی برن. ولی با کلی زحمت تونستیم اجازه بگیریم. پذیرایی از پدر بزرگا مادر بزرگا هم در اتاق خوابگاه دردسر داره، اما دردسر پذیرایی از عموها بیشتره و پذیرایی از برادرها و پسر خاله هم تقریبا محاله. جولیا مجبور شد جلوی یک سردفتر اسناد رسمی قسم بخوره که آقای پندلتون عموی اونه و تازه بعد از اونم مجوز دفتردار ناحیه رو ضمیمه درخواستش کردن. به نظرتون اطلاعات حقوقی من زیاد نیست؟ حتی با وجود این اگه اتفاقی رئیس دانشکده میدید که چقدر عمو جرویس جولیا جوون و خوشگله شک دارم میذاش با ما عصرانه بخوره. به هر حال عصرانه رو که ساندویچایی از نان برشته و پنیر سوئیسی بود خوردیم. آقای پندلتون در درست کردن ساندویچا به ما کمک کرد و بعدم خودش 4 تا رو خورد.
من به ایشون گفتم که تابستان گذشته در لاکویلو بودم و ما کلی راجع به خانواده سمپل حرفای خاله زنکی خوشمزه زدیم و بعد راجع به اسبا، گاوا و جوجه ها پر حرفی کردیم. اسبای زمان بچگی آقای پندلتون همه مردن به غیر از گرو، چون آخرین باری که آقای پندلتون اونجا بوده کره بوده، اما حالا حیوانی اونقدر پیره که فقط رنگ رنگون تو چراگاه گشت میزنه. آقای پندلتون پرسیدن که اونا هنوز دوناتو رو تو ظرف سوفالی زرد با یه بشقاب آبی روش پایین قفسه انبار خوراکی ها میگذارن؟ آره میذارن. پرسیدن هنوز تو چراگاه زیر تخت سنگا یه لانه موش خورما هست یا نه؟ آره هست. حتی آماسی تابستان یک موش خرمای گنده چاق و چلو و خاکستری گرفت. فکر کنم 25مین نتیجه اون موشی بود که آقای جروی توی بچگی گرفته بود. من با آقای پندلتون جای روی خودش گفتم آقای جروی، اما انگار ناراحت نشد. جولیا میگفت حالا هیچ وقت عمو رو این همه خوش اخلاق ندیده، چون معمولا خیلی نجوش و بدعنقه، ولی جولیا توی معاشرت اصلا سیاست نداره. در صورتی که سر کله زدن با مردا خیلی مهارت میخواد. اگه رگ خوابشون رو به دست بیاری مثل گربه خورخور میکنن و اگه پا روی دمشون بذاری چنگ میزنن. ما خاطرات ماری باشکرتسف رو میخونیم. به نظرتون خاطرات عجیبی نیست؟ به این قسمت گوش کنید. دیشب چنان از نومیدی از خود بی خود شدم که ناله‌ام به هوا رفت و ناامیدی با من کاری کرد که ساعت اتاق ناهارخوری رو به دریا پرت کنم. همین هم باعث میشه دوست نداشته باشم نابغه بشم. حتما نابغه بودن خیلی ملال آوره. برای اسباب اساسی خونه هم خیلی زیان باره. وای چه بارونی داره یه سره میباره. امشب باید چنان کنان خودمون رو به کلیسا برسونیم. ارادتمند همیشگی جودی.